سلام. در دومین ویدیوی سبق آزاد میخواهم مرور بر یک کتاب بسیار ارزشمند داشته باشم. کتابی که با ایده های خانه‌ای برای یادگیری به بازار آمده است. میخواهم ببینم چگونه میتوانم حس کنجکاوی طبیعی کودکان را زنده نگه داریم و پرورش دهیم. نه فقط برای گرفتن نمره خوب، بلکه برای آمادگی در برابر چالش‌های آینده و فردا. اجازه دهید با یک پرسش آغاز کنیم. البته این پرسش از یک فیلسوف یا دانشمند بزرگ نیست. از ذهن یک کودک 5 ساله آمده است. همین پرسش کوچک نشان می‌دهد که کودکان با چه کنجکاوی بی پایان به دنیا می آیند. حتما دیده اید و به یاد دارید آن کودکان کوچک را که برای هر چیز یک چرا در آستین دارند. از این چرا آسمان آبی است تا اینکه خورشید پشت کوه‌ها به کجا می رود. اما چی می شود که آن جرقه زیبا در چشمانشان وقت بزرگ می شوند یا به مکتب می روند خاموش می گردد. تحقیقات و نظرسنجی ها حکایت از داستان های تکان دهنده و اندوهبار دارند. کنجکاوی درخشان کودکان که در 4 سالگی به اوج خود می رسد با ورود به مکتب آرام آرام رنگ می بازد. جایش را نگرانی برای نمره، امتحان و یافتن پاسخ درست می گیرد. کتاب در ادامه می افزاید که این تغییر یک تغییر طبیعی نیست. این یکی از پیامدهای دیدگاه نادرست ما نسبت به آموزش یا تعلیم و تربیت است. به باور نویسنده برای فهمیدن چرایی آن باید ببینیم انسان را در حقیقت چه چیزی به شور و حرکت وامی دارد. 10 سال است که رویکرد هویج و چماق به گفته نویسنده در تعلیم و تربیت رواج دارد. به کار خوب پاداش داده می شود، در مقابل به کار ضعیف کودکان تنبیه می گردند. اما آیا این روش از کودکان یک یادگیرنده مشتاق می سازد؟ نویسنده از قول روانشناسان یادآوری می کند که این روش در دراز مدت شور واقعی یادگیری را از بین میبرد. چرا؟ به خاطری که تمرکز را از لذت خود یادگیری به گرفتن پاداش برینی منتقل میکند. انگیزه واقعی از درون انسان میجوشد، نه از بیرون. این انگیزه زمان شکوفا میشه که 3 نیاز بنیادی برآورده شود. 1. خودمختاری، 2. شایستگی و 3 هم ارتباط. به باور نویسنده وقتی کودکان حس کنند که بر زندگیشون کنترل دارند، در کارشان توانااند و با دیگران پیوند دارند، کنجکاویشان گل می کند و شکوفا می شود. اما اگر این احساسها از آنها گرفته شود، شعله یادگیری نیز کم فروغ میشه. آوردن یک مثال در اینجا کمک میکنه که ما موضوع را بهتر و راحت‌تر بفهمیم. روستا و قریه دورافتاده را تصور کنیم که در یک قریه و محله کوچک جمعی از کودکان 6 تا 10 ساله هر بعد از ظهر یا نزدیک شام بدون حضور هیچ بزرگسالی خودشان تیم فوتبال را راه می‌اندازند. آنها تیم‌ها را خودشان انتخاب میکنند. اختلاف‌ها را خودشان حل میکنند. قانونی نانوشته میگذارند. بازی را پیش میبرند. آن بازی ساده در واقع یک محیط نیرومند برای یادگیری آنهاست. به باور نویسنده آنها تصمیم گیری را از همانجا می آموزند. حل مسئله را از آنجا یاد میگیرند. مسئولیت پذیری و همکاری را نیز از اینجا فرا میگیرند. نویسنده از قول روانشناسان میگوید این بازی‌های آزاد سرگرمی نیستند، بلکه بخشی بنیادین رشد یک ذهن سالمند.
حالا پرسش این است: چگونه میتوانیم همان روحیه و جادوی بازی‌های محلی کودکان را به خانه‌های امروزیمان که اکثرا در شهر زندگی می‌کنیم بیاوریم؟ هدف این است که خانه‌هایمان را به خانه یادگیری تبدیل کنیم، جایی که کنجکاوی حرف اول را می‌زند. به باور نویسنده برای این کار نیازی به کارهای بسیار دشوار و پیچیده نیست. همه چیز با چند تغییر ساده آغاز می شود. اول گفتگوهایمان را تغییر دهیم. به جای پرسیدن از نمره، از روند یادگیری اونها باید بپرسیم. از شروع سال تعلیمی تا اینکه زمان برگزار امتحان میرسد، ما باید در این زمان و پروسه‌ای که جریان دارد جویای فرزندان خود باشیم. از لحظه هایی که کودک چیزی را کشف میکند باید اونها را مورد تشویق قرار دهیم. دوم، علایقشان را باید جدی بگیریم، کمکشان کنیم که تا آن علایق را به یک شکل بسیار عمیق‌تر و جدی‌تر دنبال کنند. ما فقط منابع را فراهم میکنیم، نه اینکه برای آنها دستورالعمل بگذاریم. و سوم همین هست که به آنها انتخاب‌های واقعی بدهیم تا حس کنترل کنند. نقش ما به عنوان قماندان یا فرمانده نباید باشد. ما باید یک شریک و همراهی کنجکاو برای کودکان باشیم، به عنوان کاوشگری که دوش و در کنار کودک دنیای اطرافش را کشف میکنه. آنچه میتوان از کتابی خانه برای یادگیری نتیجه گرفت این است که در چنین خانه هر روز فرصتی تازه برای یادگیری است. هر لحظه جرقه از کنجکاوی در اینجا وجود دارد و این گونه است که شعله یادگیری هیچگاه خاموش نمی گردد.